وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراجالدین مهردین روز 1 اکتبر در حاشیه مباحثه‌های عمومی اجلاس 76 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش مسائل همکاری‌های دوشنبه با ملل متحد، مسائل مبارزه با تروریسم، تندگرایی، پیامدهای کرونا ویروس، تغییر اقلیم و همچنین وضع افغانستان را بررسی کرده است. همصحبتان از جمله موضوع رسانیدن کمک فوری گومانیتاری به اهالی افغانستان و تقویت همکاری بین المللی برای راه ندادن به فاجعه گومانیتاری در این کشور را مطرح کردند. وزارت کارهای خارجه ذکر نمود که تاجیکستان حکومت فراگیر را با شمول همه گروه‌های سیاسی و قومی در افغانستان اعتراف می‌کند. گفته می‌شود در اطلاعیه رسمی دپارتمنت اطلاعات و تحلیل وزارت خارجه تاجیکستان از جمله انگشت‌شمار کشورهایی است که همچنان تشکیل حکومت فراگیر با نمایندگان تمام قوم‌های افغانستان بخصوص تاجیکان آن کشور شرط اعتراف رژیم نو طالبان نام میبرند. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان چندین بار تاکید کرده است که تاجیک‌ها 46% اهالی افغانستان را تشکیل میدهند و باید در هر حکومت آن کشور جایگاه شایسته داشته باشند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که روز 2 اکتبر با تشبث جانب پاکستان گفتگوی تلفنی عمران خان و امامعلی رحمان صورت گرفت. بنابراین منبع در جریان صحبت به وضع افغانستان توجه مخصوص ظاهر گردید. امامعلی رحمان تاکید کرده است که وضع این کشور همسایه همچنان در مرکز دقت جانب تاجیکستان قرار دارد، زیرا رویدادهای افغانستان به وضع امنیت در منطقه تاثیر بی‌واسطه می‌رسانند. پرزیدنت تاجیکستان باز هم راه اندازی مکالمه وسیع بین نیروهای مخالف افغانستان را یکی از عامل‌های مهم برقراری صلح و ثبات در این کشور نامیده، بار دیگر آمادگی جانب تاجیکستان را برای همکاری سازنده با همه طرف‌ها منفعت‌دار به مقصد مساعدت به این روند در دایره امکانات‌های موجوده ابراز داشته است. دو طرف توافق کردند که تماس و مشورت‌ها را عاید به قضیه افغانستان در همه سطح‌ها ادامه دهند.